سلام، من چنورم، بفرمایید. چنور محمدی، دانشجوی سال آخر کشاورزی، فرزند یک خانواده 5 نفره، خانواده گرم و صمیمی. چنور دختری که کرکم را به کرمانشاه باز کرد. ما رسانه برای کارآفرینا به وجود آوردیم. بعد افراد همدل همسو شروع میکنن، میآیند، بسم الله میگن، کمک میکنن، زیادی یاد میگیرند که چگونه یاد بدهند که کار وجود داره فقط باید بیابیش و خودت رو پرزنت کنی. یعنی ما پلن به پلن داریم میریم جلو. همینجور که گفتن آگاهانه تا 10 سال آینده این سینما به کجا باید برسه همش شما دوست باشه. آنگونه باشیم که بی آنکه حتی باشیم